در وقت جنگ خندق، یعنی جنگ احزاب میگویند، تمام گروه های کفر جمع شده علیه پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه هایی که در مدینه بودند جنگ اعلان کردند و از اون طرف از مکه قریش لشکرهایش را جمع کرده و هر قبیله‌ای که در راهش بود با آنها اتفاق کرده بر مقابل پیامبر صلی الله علیه و سلم لشکر کشیده آمدند و یک خیل و وضعیت وزنین بالای پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه ها بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حالت وزنینی خواستند با یک قبیله بود با نام غطفان، یک قبیله بزرگ بود، با آنها صلح بندند و برای تا اینکه دل آنها را گرم کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم یک قسم خرماهای مدینه را برای آنها وعده کردند و برای این اتفاق همراهی سعد ابن عباده و سعد ابن معاذ رضی الله عنهما پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستند مشورت کنند. آنها که سرداران اهل مدینه بودند، اوس و خزرج بودند، پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها مشورت کردند و آنها گفتند یا رسول الله، این چیزی که شما گفته ایستاده اید از جانب پروردگار است که ما باید به چون و چرا قبول کنیم یا اینکه ما میتوانیم رأی خود را فکر خود را بیان کنیم؟ یعنی اگر همچون مشورت مصلحت باشد ما مصلحت خود را پیشنهاد کنیم، اما از جانب الله باشد ما قبول داریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند نه، همچون مشورت من از شما مشورت مصلحت پرسیده ایستادم که آنها گفتند که یا رسول الله، وقتی که ما اسلام را قبول نکرده بودیم، وقتی ما در دوره جاهلیت بودیم، یگان قبیله از ما میوه های مدینه را، خرما را گرفته نمیتوانست مگر یا میخرید یا ما خود خیرات میکردیم برای آنها. امروز که الله ما را با اسلام عزیز گردانید، امروز ما برای آنها خرمای مدینه را، نصف خرمای مدینه را میدهیم؟ هرگز گفتند. که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حالت خیلی خوشحال شدند و همین سخن را از آنها شنیدن میخواستند پیامبر صلی الله علیه و سلم و هر دوی این دو سران اهل مدینه، سروران اهل مدینه گفتند که یا رسول الله، ما هرگز برای دین مبین اسلام و برای مسلمان ها خواری و زاری را قبول نمی کنیم. بله، مسلمان همیشه عزیز است، زیرا اینکه او عزت را از الله و از دین اسلام میداند. امروز ما و شما گرچند که بعضی جهت ها و بعضی نفرها ما و شما را میخواهند خوار و ذلیل کنند، با هر لقب ها، با هر تهمت ها، امروز ملت عزیزی ما و شما را میخواهند خوار و ذلیل کنند، اما ما و شما باید سرمان را برداریم و با اسلام خود و با ایمان خود را عزیز احساس کنیم. ما و شما عزتمند هستیم. ببینید عمر رضی الله عنه وقتی به بیت المقدس هنگامی که وارد می شدند، عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین خلیفه مسلمان ها بودند و همراه خادم خود چیکار میکردند؟ یک مسافه خادمشان به اشتر می نشستند و یک مسافه دیگر عمر رضی الله عنه همراهشان شریک میکردند و در درآمد بیت المقدس دور بکی آمد، به عمر آمد تا اینکه شتر را کشاله کنند و خادم در بالا بود و لباس هایی داشتند که لباس های آدمیانه، حتی میگویند لباس کهنه‌تر داشتند و این لحظه بود که ابو عبیده رضی الله عنه با امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه اشاره کردند که یا امیر المؤمنین، شما چی میشد که بالای اشتر می نشستید و لباس های کمی زیباتر و لباس های با آبروتر می پوشیدید؟ که عمر رضی الله عنه آن سخن مشهوری که در تاریخ مانده است، عمر گفتند ای ابو عبیده، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام مهما ابتغینا العزة بغیره اذلنا الله. ای ابو عبیده گفتند ما یک قومی هستیم که ما را الله با اسلام عزیز گردانید. اگر ما عزت را
بجز اسلام از دیگر جا جستجو کنیم؟ اگر ما عزت را از الله نه و از دیگر جا، از دین الله نه و از دیگر جا، از منصب و از مشرکان و از منافقان و از کفار یا از دیگر چیزها یا از مال و ملک و قوت این دنیا جستجو کنیم، الله ما را خوار و ذلیل میگرداند. چنانه که امروز مسلمان ها عزت را از دیگر جا جستجو کرده ایستاده اند، الله خوار و ذلیل گردانیده ایستاده است. اگر ما واقعا به اسلام روی بیاریم، واقعا به الله روی بیاریم که یکی از نام زیبای الله این عزیز است. بله، الله عزیز است و معنای عزیز برای ما و شما معلوم است. عزیز یعنی غالب، همیشه غالب. عزیز یعنی شکست ناپذیر. الله هرگز شکست نمیخورد و الله بسیار قوی است و تمام عزت از الله است. بنابراین الله چی میگوید در قرآن کریم؟ الله میگوید من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا. اگر کسی عزت را، سربلندی را بخواهد، تمام عزت در چه است؟ در الله است، از جانب الله است. این معنا را امیرالمؤمنین عمر ابن خطاب بسیار خوب و عمیق درک کرده بودند و همچنین سعد ابن عباده و سعد ابن معاذ رضی الله عنهم اجمعین، صحابه ها این معنا را خوب درک کرده بودند. بنابراین عزت را که از الله جستند، الله آنها را در این دنیا عزیز گردانید. وقتی مؤمن در این دنیا که عزیز گشت، حتما در آخرت هم او به عزت میگردد. بنابراین الله حق سبحانه و تعالی در حق منافقین چی میگوید؟ وقتی عزت را الله بیان میکند میگوید ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا یعلمون. الله میگوید عزت چه است؟ عزت بر الله است و بر رسولش است و بر مؤمنان است. تمام عزت در الله است و در رسولش است و در اهل ایمان است. ولكن المنافقین لا یعلمون. ولی منافقا این چیز را درک کردن نمیتوانند. هر نفری که عزت را بجز الله از دیگر طرف میجوید، الله چی میگوید؟ الله میگوید الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة. میگوید الله آیا شما کافران را برای خود دوست قرار میدهید؟ در تمام آیه چی میگوید الله؟ میگوید ایبتغون عندهم العزة. شما عزت را در نزد آنها جستجو میکنید. حالا اینکه عزت همه از الله است. الله، ما یک پروردگاری داریم که بسیار عزیز است، بسیار الله قوی است. اما وقتی عزت را از الله جستجو نکنیم، از دیگر طرفها، از دیگر کسها جستجو کنیم، حتما الله ما و شما را خوار و ذلیل میگرداند. بنابراین از همه به عزتمندترین شخص میدانید که است؟ از همه به عزتمندترین شخص همان نفری است که ایمان او کامل است. یکی از دانشمندان میگوید انسانی که ایمانش قوی است او عزیز است. هر قدری که ایمانش قوی تر میگردد همانقدر عزیزتر میگردد و تمام عزت از اطاعت کردن الله حق سبحانه و تعالی است و تمام عزت از ایمان ما و شما است. بنابراین این نام مبارک الله در قرآن کریم زیاده از 90 مراتبه، تصور کنید زیاده از 90 مراتبه این نام مبارک الله در قرآن عزیز ذکر شده است. همچنین در قرآن کریم در بسیاری آخر آیات ها ما میبینیم که الله چی میگوید؟ عزیز غفور، عزیز رحیم آمده است. یعنی الله هر وقتی که خودش را بخشاینده میگوید یا بسیار مهربان میگوید، پیش از همین نام مبارکش الله پیش از مهربانی، پیش از شفقت و مهربانی و بخشایندگی، الله عزیز را ذکر میکند. سر این را یکی از دانشمندان میگویند که سرش در این است که وقتی الله حق سبحانه و تعالی بنده هایش را میبخشد، وقتی الله حق سبحانه و تعالی بالای بندگانش مهربانی میکند، نه از ضعف و ناتوانی است. الله عزیز است ولی با وجود عزیز بودنش برای بندگان مؤمنش چه است؟ غفور و رحیم است. دعا کنیم که الله حق سبحانه و تعالی ما و شما بندگان الله را
در این دنیا هم در این دنیا سربلند و سرفراز و عزتمند بگرداند و هم در آخرت وقتی به نزد الله عزیز، الله ذوالجلال برمیگردیم، الله ما و شما را با سر بلند و با عزت نزد خودش الله محشور بسازد. دعا کنیم که الله دین مبین اسلام را عزیز بگرداند و اهل اسلام را عزیز بگرداند. اللهم اعز الاسلام والمسلمین و اذل الشرک والمشرکین. پروردگارا اسلام و مسلمان ها را عزیز بگردان با نام عزیزت که تو عزتمند هستی، تو صاحب قدرت هستی و تو همیشه غالب هستی و همیشه شکست ناپذیر هستی. یا الله مؤمن و مؤمنان را، اسلام و مسلمین را عزیز بگردان و ما را هم در این دنیا و هم در آخرت سربلند و عزتمند بگردان. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.